درود، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قصد داریم تفاوت‌های یک مدل ماشین کره‌ای رو بگیم که هم مدل مونتاژ اون رو زیاد می‌بینید و هم مدل وارداتی اون. کیا سراتو ماشینیه که امروز قصد داریم در موردش صحبت کنیم و در آخر به 2 سوال پاسخ بدیم. بین یک سراتو مونتاژ سایپا و سراتو وارداتی کدوم رو خریداری کنیم؟ و سوال دوم این که بین این سراتوها و رقبای صفر چینیشون کدوم رو خریداری کنیم؟ این دو مدل سراتو به لحاظ فنی و زیر کاپوتشون هیچ فرقی با هم ندارن و هر دو یک موتور کاملا یکسان رو دارن. به لحاظ ظاهری هم هیچ تفاوتی جلوشون مشاهده نمیشه. فقط در مدل‌های وارداتی 2013 دیلایت رو داریم که چون ماشینی که امروز توی ویدیو مشاهده می‌کنید 2011 هست، این دیلایت رو نداره. و اما این سراتوها در نمای عقب تفاوت‌هایی دارند. توی سراتوهای وارداتی همونطور که ملاحظه می‌کنید این سراگزوز اسپورت رو داریم و همچنین در قسمت دوربین دنده عقب که در سمت چپ نصب شده یک قاب پلاستیکی خیلی قشنگ دور دوربین قرار گرفته. اما همین تفاوت‌ها در سراتوهای مونتاژ سایپا به این شکله که هیچ خبری از سراگزوز اسپورت نیست. در واقع اگر سراتوی توی خیابون دیدید که سراگزوز اسپورت نداره عقبش، بدونید که اون مونتاژ سایپاست. و اما دوربین دنده عقب جدا از این که از سمت چپ اومده وسط که اصلا نکته مهمی نیست، نکته اصلی توی این قضیه اینه که این قاب سفیدی که توی نسخه های وارداتی هست شرکت سایپا زحمت کشیده از اون هم دریغ کرده و یک قاب کوچیک سفید رو از روی این ماشین ها حذف کرده. تفاوت این دو سراتو از نمای جانبیشون مربوط میشه به لاستیک، رینگ و ترمز عقب. رینگ توی سراتوهای سایپایی یک سایز کم شده 16، فاق لاستیک بیشتر شده و همه این کارها انجام شده تا تعلیق بهتری رو نسبت به آسفالت و خیابونهایی که توی ایران داریم این ماشین به ما بده. اما چیزی که خیلی عجیبه توی این ماشین حذف دیسک عقب از ترمزه که توی سراتوهای وارداتی که چندین سال عقب‌تر هست نسبت به تولید سراتوهای مونتاژ وجود داره، اما شرکت سایپا زحمت کشیده و این آپشنی که مربوط به ایمنی سرنشینان خودرو بوده رو حذف کرده. رینگ و لاستیک سراتوهای وارداتی رو ملاحظه می‌کنید که سایز رینگ 17 هست و فاق لاستیک هم کمتره. البته فاق فابریکی که روی این سراتوها هست 45، اما اینجا ما لاستیکمون فاقش 50 است که یک سواری بهتر و نرمتری رو بهمون بده. اما نکته اصلی دیسک ترمز عقبه که توی این مدل از سراتوهای وارداتی ملاحظه میکنیم. این سراتوها توی نمای داخل هم تفاوت‌هایی با هم دارن. اینجا توی سراتوهای مونتاژ سایپا صفحه نمایش بزرگی رو میبینیم که توی سراتوهای وارداتی نیست. در واقع سایپا میدونسته که چه آپشن هایی رو حذف بکنه و چه آپشنی رو اضافه بکنه که بتونه ماشین رو بیشتر به چشم مردم جلوه بده و بتونه اونو بفروشه. توی این سراتو مونتاژ سایپا یک درگاه 12 ولت داریم و یک جافندکی، در صورتی که توی سراتوهای وارداتی دیگه اینجا فندکی وجود نداره و هر دوی اینها برق خروجی 12 ولت به ما میدن. تریم داخلی سراتوهای مونتاژ دو رنگه، مشکی و کرم، که توی سراتوهای وارداتی تماما اینا اکثریت سراتوهای وارداتی مشکی هست. ماشین هایی که تریم داخلی این چنین رنگی دارن مثل بعضی از سوناتاهای NF توی بازار هم مشتری کمتری دارن، هم قیمتشون یه مقدار پایین تره. البته رنگ این که این کرم باشه یا مشکی باشه سلیقه‌ایه، ولی به نظر من اگر این تریم هم مثل نسخه های وارداتی کاملا همه یک دست مشکی بود خیلی قشنگتر. همینطور که ملاحظه میکنید توی سراتوهای آپشنال سایپایی مونتاژ سایپا هیچ گرمکن صندلی وجود نداره، حتی توی این نسخه آپشنال که میشه گفت فول ترین نسخه شونه. اما توی سراتوهای وارداتی در بعضی از نسخه هاشون که فول هست اینجا 2 تا کلید هست در این 2 قسمت که گرمکن صندلی های جلو هستن.
به نظر من اصلی ترین تفاوتی که بین این دو تا سراتوها وجود داره وجود سیستم ESP یا کنترل پایداری توی نسخه‌های وارداتیه که متاسفانه سایپا اون رو هم از سراتوهای مونتاژ حذف کرده. آپشن اضافه تری که سراتوهای وارداتی نسبت به مونتاژ دارن این آینه الکتروکرومیکه و کارکردشون به این شکله که وقتی شما این دکمه رو میزنید و روشن میکنید، اگر ماشین پشت سرتون سوبالا داشته باشه حرکت بکنه و انعکاس نور چراغ‌های جلوی ماشین اذیتتون بکنه، این آینه الکتروکرومیک از منعکس شدن اون نور به چش شما جلوگیری میکنه. اگر که ایمنی ماشین براتون مهمه، بدون شک سراتو وارداتی بهترین گزینه هست. یه سری آپشن های بیشتر داره و از همه مهمتر ایمنی که هم سیستم کنترل پایداری داره و هم ترمزهای عقب دیسکیه. اما اگر تعلیق ماشین خیلی براتون مهمه، دوست دارید ماشینی که سوار میشید نرمتر باشه، بعد برید سراغ سراتوهای مونتاژ سایپا که به خاطر رینگ کوچیکتر و فاق لاستیک بیشتر سواری بهتر و نرمتری به شما میده. اما در نهایت انتخاب خود من برای استفاده شخصی بدون شک سراتو وارداتی خواهد بود. و سوال دوم این که بین این دو سراتو و رقبای صفر چینیشون مثل آریزو 6 پرو، رسپکت بهمن موتور و کرمان موتور J7 کدوم رو خریداری بکنیم؟ تمام این چینیایی که نام بردم توربو دارن، دردسرهای نگهداری توربو رو داریم، بعضی هاشون قطعاتشون نیست یا خیلی سخت گیر میاد، هزینه های تعمیر و نگهداری اونها به مراتب از این سراتوها بیشتره. در مورد اینکه ارزش پولتون رو چقدر این ماشین ها حفظ میکنن، باید الان بهتون بگم. الان توی دیماه 402 که داریم این فیلم رو ضبط میکنیم، واردات خودرو به طور کامل منتفی شده و همین خبر منع واردات باعث شد که خودروهای مثل سراتو، حالا چه مونتاژ چه وارداتی و یا حتی مازدا نیوهای مونتاژ، همه قیمتشون 20% افزایش پیدا کرده، در صورتی که چینی های توی بازار همچنان با همون قیمت قبلی داره به فروش میره. یعنی میخوام بهتون بگم با نوسان دلار توی کشورمون این ماشین ها ارزش پولتون رو بیشتر نگه میدارن. و در آخر ممنون میشم ازتون که شما هم نظراتتون رو در مورد اینکه این خودروها رو بخریم یا رقبای صفر چینیشون رو برامون کامنت کنید.